نه در پیشوایان دروغینه که با 100 تخم مرغ دیپلم گاوبندی را خریدند که امروز بغیر از طویله کردن مردم در ظلمت سلام و روز شما بخیر باشد. آنچه در نهایت کمالات آزادی است پیوند نظام سیاسی و اقتصادی ماست. نه تنها حس عدالت و طرز حیات ما به این اساس یافته است، بلکه همه چیزهایی که انسان بودن را معین می کنند نیز وابسته به این دارد. اما آیا ما واقعا همانطوری که گمان می کنیم آزاد هستیم؟ در این مورد می خواهم صحبتی داشته باشم. با دقت گوش کنید. موجودیت ما نتیجه انتخاب آزاد نیست. ما در کجا تولد شدن را نیز انتخاب نمی کنیم. ما انتخاب نمی کنیم که در تاجیکستان یا امریکا و اروپا باید تولد شویم، یا در کشوری آسایشته ثروتمند یا در کشوری فقیر. ما پدر و مادر خود را انتخاب نمی کنیم. ما انتخاب نمی کنیم که آنها خوشبخت یا بدبخت هستند، معرفتناک یا بیسواد و بی‌معرفت هستند، سالم یا بیمار، غمخوار فرزند یا بیزار از فرزند هستند. دانش ما، اعتقاد ما، ذوق ما، عنعنه‌های ما، امکانیت‌های ما، کار ما، تمام حیات ما کاملا به جای تولد و آن محیطی که ما در آنجا بزرگ و به وای رسیدیم وابستگی دارد. کشورهای بزرگ از یونان قدیم تا روسیه کمونیستی و امپریاهای بزرگ جهانی 100 ساله ها در تاریخ انسانیت فرهنگ‌های مختلف به وجود آوردند که هر یک قدرت شکل دادن شکل‌های معنوی و فرهنگی و حیاتی آدمان را داشتند. تاجیکان نیز در روند تاریخ فرهنگ خود را به جهانیان رسانیدند و این یکی از بایگری های ملت تاجیک به شمار می رود. اما سوال مطرح این است که تاجیکان امروز در کدام زینه قرار دارند؟ اگرچه ما به گذشته خود افتخار می ورزیم، ولی گذشته به ما درس نشد که آینده خود را بسازیم. راهی حل در کجاست؟ چی کار باید کرد که جامعه را ساخت و مردم را از فقر و ناداری نجات داد؟ ناداری و کمبزاعتی امکانیت پیشرفت ما را از ما می گیرد و نسل آینده ما با احساس ناداری به دنیا می آید. چون ما و شما امروز کوشش نداریم برای یک بار موجودیت فقر را از بین ببریم. نبودن سیاست درست و تخیلات ناکافی فرهنگی و علمی و اخلاقی ما را از پیشرفت باز می دارد. هدف اساسی تکنولوژی معاصر افزایش دادن فایده است و طعام دادن و تعلیم دادن جهان، بهتر کردن زندگی آدمان و کوتاه کردن وقت کاری آنها که انسانیت با تکنولوژی نو سطح زندگی خود را خوبتر کند. اگر دولت می‌خواهد ثروت خود را به فایده ملت استفاده برد، ذخیره‌های عظیم آماده اند و ما ذخیره‌های کافی داریم، اما چرا تا امروز در بدترین حالت سیاسی و معنوی و اقتصادی قرار داریم؟ جواب این است که حکومت ما از یک توده اوباش عبارت است که آنها نه اقتصاد را می‌فهمند و نه فهمیش بازار جهانی را دارند. اگر آنها در فکر تکنولوژی معاصر می شدند، امروز زمین‌های پر از طلا و نقره ما به دیگران فروخته نمی شدند. یک گفتار ادم اسمیت که یکی از معروفترین اقتصاد فهم و اقتصادچی سده 17 بود در کتاب Der Wohlstand der Nationen، یعنی کتاب شکوفایی و سعادت ملت، گفته بود ما از قصاب باید انتظار گوشت لحم را نداشته باشیم، چون هر یک قصاب در فکر پول خودش است، نه در فکر آن که ما گوشت لحم را دوست می داریم یا اینکه گوشت استخواندار را. ما باید به قصاب شرم نداشته و نترسیده بگوییم که من گوشت لحم می خواهم، نه گوشت استخواندار. امروز مردم ما انتظار آن هستند که کسی زندگی آنها را عوض می کند بدون اینکه آنها چیزی بگویند. متاسفانه این آرزوهای بی‌پایه هیچ وقت ما را به پیشرفت نمیبرند.
دستان پیشیبر و سرهای خم انسان را به نابودی میبرد. بی‌طرفی در زندگی اجتماعی از همه بیماری ها خطرناکتر است و این بیماری را باید تبابت کرد. در مبارزه بر ضد آزادی مردم در طول هزار ساله ها حکومت های سرشمار خون مردان، زنان و کودکان را ریختند تا اینکه تنها به فایده های شخصی خود برسند و مردم را مثل حیوان استفاده برند. اعتقادهای نادرست و کمبود علم ما را برای به هدفهای خود رسیدن باز می دارد. انسانهایی که در سر خود ظلم را روا می بینند از حیوان مگر فرقیتی دارند؟ اگر ما فهمیشی بیشتری به دست آورده بودیم، بسیاری از خطاگی‌های را که در مغز سر یک نفر غلام طبیعت می گذرد بیشتر می توانستیم بفهمیم. یک غلام فکر می کند زندگیش از شاهش وابستگی دارد، زندگیش از رئیس و کلانش وابستگی دارد. اما یک انسانی آزاد جامعه را بیشتر می فهمد و می داند که هر قدر که مردم بیسواد شوند، شاهان دروغین و خودنام و هر یک بیسواد و نافهمیده می تواند خود را پیشوا اعلان نماید. آن انسانی که از خود درباره هدف زندگیش سوال نمی کند چطور می تواند هدف خود را بفهمد؟ تنها سؤالهای پی در پی می توانند ارزش آزادی و محبت و کار و دوستداری طبیعت و صنعت انسان بودن و آزاد بودن را به ما معرفی کند. آیا خرد آواز خود را نمی برارد؟ آیا خرد آواز خود را نمی برارد؟ آیا معرفت و علم و فرهنگ و ادب و پیشرفت ما را صدا نمی زنند؟ بله صدا می زنند. هر روز ما را چنین می گویند. در جایهای بلندی سر راه، در میان چهارراهه، در درآمدگاه دانشگاه، در چایخانه ها، در ورزشگاه می ایستند، در پهلوی دروازه ها، نزد درآمدگاه شهر، در آستانه درها ندا می کنند: شما را ای شخصان دعوت می نماییم و آواز ما برای بنی آدم است. ای ساده دلان فراست بیاموزید و ای ابلهان دانش بیاموزید. بشنوید چون که سخنانی مهم میگوییم و آنچه از لبهای ما برآیند راست است، زیرا که زبان ما سخن راست را بیان میکند و دروغ و تهمت برای لبهای ما زشت است. همه سخنان دهان ما حقانی است، در آنها کجروی و حیله‌گری نیست. همه‌اش برای خردمند روشن است و برای یابندگان دانش راست است. نصیحت ما را بیشتر از نقره قبول کنید و دانش را بهتر از زر و زیور و دلار و سامانی بدانید، زیرا که حکمت به از جواهر است و هیچ چیز به دانش برابر نیست. خدا ترسی از بدی نفرت داشتن است، از غرور و هوابلندی و راه بد و دهان کجگفتار نفرت داشتن نیز خدا ترسی است. مشورت در زیرکی در علم و فرهنگ است، نه در پیشوایان دروغینه که با 100 تخم مرغ دیپلم گاوبندی را خریدند که امروز بغیر از طویله کردن مردم در ظلمت و نقطه کردن مردم در ضلالت دیگر چیز را یاد ندارند. نصیحت را بشنوید و حکمت پیشه باشید و آن را رد نکنید. خوشا به حال کسی که حق را می شنود، هر روز نزد دروازه علم و ادب بیدار می ایستد، زیرا کسی که علم و ادب را یافته باشد حیات را یافته است و از جانب خداوند حسن توجه خواهد یافت. ولیکن کسی که علم و پیشرفت و آزادی را قبول ندارد به جان خود جفا می کند. همه آنهایی که از آزاد بودن و مبارز بودن نفرت دارند در پیش بیگانگان سرخمی و خجالتی دری دشمن را دوست می دارند. با شما خداحافظی می کنم. اگر علم و فرهنگ را دوست می دارید پس در پهن کردن این نوار کوشش کنید. خدا یار و مددگار شما باشد.